من شیرین عبادی هستم. من ایرانی هستم، یک ایرانی که وکیل مدافع هستم. سالهاست برای حقوق بشر کار میکنم. Distinguished faculty, dear students, ladies and gentlemen. من 2 دختر دارم و مانند همه زنان سنتی ایران کارای خونه، آشپزی، خرید کردن و بزرگ کردن بچه با من بوده. اما باید بگم که اینها رو با عشق و علاقه انجام دادم. آشپزی کردن برای کسانی که دوستشون داریم لذت بخشه. من در درجه اول یک مادرم، بعد یک مدافع حقوق بشر. در حقیقت دفاع از حقوق بشر از خونه شروع میشه. ما نمیتونیم به بچه‌هامون بی‌اعتنا باشیم به صرف اینکه فعالیت‌های اجتماعی داریم. مهمترین چالش ما در ایران این است که ما میتوانیم مسلمان باشیم و وضعیت بهتری داشته باشیم. ما میتوانیم مسلمان باشیم و به حقوق بشر و دموکراسی احترام بگذاریم. این قوانین تبعیض‌آمیز ناشی از اسلام نیست، بلکه تفسیر نادرستی از اسلامه. مهمترین چالش من در زندگی با افراد متعصب و بنیادگراست، فاندامنتالیستا که حاضر نیستند غیر از عقاید خودشون عقاید دیگران رو حتی بشنوند. جهانی شدن طبیعتاً در و بهبود وضعیت زنان به نظر من تأثیر مثبتی داره. در حالتی که در دنیا ما میبینیم هر اتفاقی که بیفته فوراً بقیه نقاط جهان مطلع میشن، بنابراین دیگه طرز تفکر تقریباً در همه جا به این سمت میره که به هم نزدیک بشه. نمیشه کشوری باشه که دور خودش دیوار بکشه و بگوید من با دنیا کاری ندارم و میخوام مثل 500 سال قبل زندگی کنم. مردم اون کشور طبیعتاً در ارتباط اخبار بین‌المللی قرار میگیرن و خواه و ناخواه وضعیت عوض میشه. بنابراین نتیجه گیری اینکه جهانی شدن به نظر من در بهبود وضعیت حقوق زن به طور کلی مفید و موثره. مهمترین توصیه من این است که به خودشون باور داشته باشن، اعتماد به نفسشون رو بیشتر بکنن و ضمناً سعی کنن استقلال اقتصادی به دست بیارن. زنی که همیشه وابسته به شوهرش باشه و از شوهرش پول بگیره برای غذا خوردن یا برای خرید کردن، این هیچ وقت نمیتونه اعتماد به نفس خودش رو به دست بیاره و روی پای خودش بایسته. بنابراین توصیه من این است که استقلال اقتصادیتون رو به دست بیارید و اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید. سعی کنید در اجتماع برای سایرین مفید باشید. به این صورته که میتوانید تبلیغ بکنید برای اسلام. نمیتوانیم صحبت از صلح بین المللی بکنیم با حال که بیش از 80% ثروت کل دنیا در دست 1% مردم